ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 99. مقام و مرتبه موبد موبدان در دولت ساسانیان به پایه‌ای رسیده بود که حتی مراسم تاجگذاری و به تخت دولتداری نشاندنی شاهنشاهان ساسانی بدون رضایت و دستگیری او نمی گذشت. مورخان بران اندیشند که روحانیان والا مقام زردشتی بعد مرتبه شاهنشاهی در امور دولتداری مقام دوم را اشغال کرده تا پایه رسیده بودند که بی مشورت و اشتراک آنها یگان تدبیر مهم دولتی، چاره‌بینی های سیاسی و مراسم های مردمی و همگونه جمع آمدهای رسمی جریان نمی گرفت. این حالت باعث افزودن ثروت و دارایی، مقام و منزلت، نفوذ و قدرت و موقع بلندی اجتماعی موبدان زردشتی می گردید. تاریخ نگاران حدس می زنند که موبدان، موبدی با نفوذ عهد ساسانیان کارتر و نجیب زاده و سروزیری دربار مهرنرسی تا اندازه دارایی و ثروت داشت که جاه و جلال آن از دارایی شاهنشاه یعنی شخص اولی کشور افزونتر بود. او در چندین شهرهای کشور قصر و کوشک‌های محتشم، ثروت و دارایی افزون، زمین‌های کیشت و باغ‌های پهناور، غلامان و کنیزان بیشمار و حتی شماره زیادی سربازان و پاسبانان را در اختیار داشت. گذشته از این، مغان و موبدان، اشرافان صاحب ثروت و چندین طبقه های با نفوذ اجتماعی از سپردن انداز و مالیات و مجبوریت های دولتی آزاد بودند که این باعث افزودن ناراضگی اجتماعی طبقه های پایانتر به خصوص کشاورزان و هنرمندان می گردید. محض همین افراطگرایی و زیاده روی های مذهبی و اجتماعی باعث پدید آمدن جنبش مزدکیان در عهد قوباد گردید که محور اساسی طلب و درخواست های آنها را برابری اجتماعی در جامعه، از میان بردن نفوذ طبقاتی، رویه ناصحیح و بدعت‌آمیز پنداشتن احکام پیش گرفته موبدان و سرانجام اصلاحات و به نیاز جامعه موافق ساختن دین زردشتی را تقاضا داشتند. یکی از محققان ورزیده تاریخ و فرهنگی ایرانی باستان سید نفیسی احالی آن روزه قلمروی ایران را در حدود 140 میلیون تخمین زده است که در قیاس لشکری تقریباً 60,000 اسلام هنگام فتح ایران و روم صدها بار افزون بود و می توانستند در مقاومت آنها چون کوه پایداری نمایند. او علت اساسی شکست، سبب اساسی تنزل و آشفتگی های افزای سیاسی دوره ساسانیان را پیش از همه در ناراضگی کلی طبقه های پایانی اهالی، افزودن اختلافات مذهبی، نفوذ بی سابقه موبدان و هربدان و پیشوایان آیین زردشتی، همچنین بالا رفتن ظلم و استبداد و زیر باری گران انداز و مالیات های اجباری ماندن
طبقه مظلوم و رنجبران می بیند که بیش از 95% اهالی را تشکیل می دادند. چون پایه تخت ساسانیان بر پشتیبانی موبدان قرار گرفت، از آغاز روحانیان نیروی بسیاری در ایران یافتند و مقتدرترین طبقه ایران را تشکیل دادند و حتی بر پادشاهان برتری یافتند. چنانکه پس از مرگ هر پادشاهی تا از میان کسانی که حق سلطنت داشتند کسی را بر نمی گزیدند و به دست خود تاج به سرش نمی گذاشتند به پادشاهی نمی رسید. به همین جهت است که از میان پادشاهان این سلسله تنها اردشیر بابکان پسر شاپور را به ولی عهدی برگزیده است و دیگران هیچ یک جانشین خود را اختیار نکرده و ولی عهد نداشتند. زیرا اگر پس از مرگشان موبدی موبدان به پادشاهی وی تن در نمیداد، به سلطنت نمی رسید. در تمام این دوره پادشاهان همه دست نشانده موبدان بودند و هر یک از ایشان فرمان بردار نبود دچاری مخالفت موبدان می شد و بدنام می کردند، چنانکه یزدگرد دوم که با ترسایان بدرفتاری نکرد و به دستور موبدان به کشتاری ایشان تن در نداد، او را بزهکار و بزهگر گناهگار نامیدند و همین کلمه است که تازیان اسیم ترجمه کردند و وی پس از 8 سال پادشاهی ناچار شد مانند پدران خود با ترسایان ایران بدرفتاری کند. در عین حال آیین مسیحی که از قلمرو شرق نزدیک برخیسته معتقدان خود را در سوریه و فلسطین و مصر و عراق پیدا کرده بود، در سرزمین پهناور ساسانیان نیز پیروان خود را می افزود. در این راستا آیین مسیحی به امپریای ریم و مرزهای اروپا راه یافته در ابتدا باعث تعقیبات و سرکوبی های زیادی گشته باشد هم دیرتر هنگام دولتداری امپراتوری ریم کنستانتین یک که رقیب توانای شاپوری دو بود همچون دین رسمی دولتی پذیرفته شد. اکنون امپریای ابرقدرت ریم و آیین خریستیانی و مسیحیان قلمرو ساسانیان را نیز پشتیبانی می کرد. به قول آریم نویسنده و تمدن شناسی ورزیده تاجیک تبار امریکایی ایزیک ازیموف از همان وقت سر کرده آیین مسیحی در جبهه دولتداری و دینی ساسانیان پشتیبانان خود را یافت و پیروان این دین در سیمای روحانیان و قیصران ریم، سپس ویزانتیه، خیرخواهان و اتفاقچیان و حامیان آشکار و نهانی خود را پیدا کرد. هنگامی که لشکر خسروی پرویز سالهای 614 615 قلمرو شرقی نصرانیان ریم، سوریه، فلسطین و بیت المقدس را فتح نموده صلیب مقدس مسیحیان را از معبد مقدس ربودند، این عملی ناروا به عزت نفسی نه تنها نصرانیان ویزانتیه و کشورهای اروپا بلکه مسیحیان ساکن سرزمین ساسانیان نیز خیلی سخت رسیده، باعث بالا رفتن ناراضگی اجتماعی داخلی و افزودن یورش‌های اهل صلیب گردید. همین طریق در زمان خسروی پرویز
مسیحیت در ایران تا اندازه گسترش یافته حتی در میان مقربان او پیروان خود را پیدا کرد. از قضای تاریخ خسروی پرویز که بر اثر آشوب بهرام چوبینه ایران را ترک کرده مدتی در حضور قیصر ریم موریکی پناه برده و دختر او مریم عیسوی مذهب را به زنی گرفته بود، از نفوذ آیین مسیحی چندان حذر نداشت. علاوه بر مذهب‌های زرتشتیه و مسیحیان، در قلمرو ساسانیان باز آیین‌های مانویه، مزدکیه، زروانیه و فرقه‌های یهودیان و بوداییان به طور آشکار و نهان عمل می‌کردند. و پنداری محققان قوم یهودی که در زمان استیلای نواخداناسار به اسارت افتاده برده بابلیان شده بودند، بعد فتح بابل از جانب کوروش کبیر کاملا آزاد گشته. قسمتی از آنها شهرهای ساسانیان را برای زندگی من بعد اختیار کردند. فرقه بوداییان باشد از طریق راه ابریشم با کاروانهای تاجران چین و هند به این کشور راه یافته، با هدایت و تشویق برخی از سوداگران هندی و سغدیان تجارت پیشه ساکن چین در شهرهای تجارتی و مدنی ایران نفوذ نچندان افزون پیدا کردند. چنانه که دیدیم در قلمرو پهناور ساسانیان بر اثر افراطگرایی و تندروی آیین زرتشتی و سختگیری و نفوذخواهی طبقه روحانیان نه اینکه مذهب‌های مانویه، مزدکیه و زروانیه پیروان خود را افزودند، بلکه آیین و فرقه‌های نصرانی، یهودی و بودایی نیز از کاهش اعتقاد مردمی ناراضی و بینوا هواداران خود را یافتند. محض در همین وضع پراکندگی اعتقاد اهل جامعه و اختلاف آشکار و نهان دین‌های مختلف، تمدن اسلام از دروازه‌های فرهنگی ایران باستان وارد شده در طول 4 عصر قلمرو اعظم پهناوری آن را فرا گرفت و تا حدودهای خراسان و ماوراءالنهر رسید. واپسین شاهنشاه سرگردان و فراری ساسانیان یزدگرد سیوم پایتخت خیش تیسفون آوازدار را قریب به مقاومت ترک کرده، بعد باختن نبرد نهاوند رو به همدان و ری آورد و امید داشت که مرزبانان و سلحشوران آوازدار خراسان و ماوراءالنهر را بر ضد عرب‌ها برمی انگیزد. ولی در پایان دولتداری ساسانیان از اثر استیلای ترک‌ها و بیسر و سامانی‌های روس‌افزون در خراسان و ماوراءالنهر حکومتی واحد متمرکز، توانا و قدرتمند وجود نداشت و ده‌ها حاکمان محلی هر کدام به سر خود مستقلانه و نیم مستقلانه حکومت داری می کردند. تعلیمات اسلام که سرشار غایه های برابری، برادری، عدالت اجتماعی بوده، از میان بردن تفریقه نژادی، امتیازهای طبقوی، منسوبیت ملی و محلی و همگونه نابرابری های اجتماعی را پیش می گذاشت، طبیعی است که در این فضای پراکندگی افکار دینی و مذهبی دولت ساسانیان پیروان و خیرخواهان آشکار و نهان خود را پیدا می کرد. آرمان‌های والای دین نوخیز اسلام با غایه‌های بشردوستانه و عدالت پروری، مساوات و برابری و رعیت پروری و فقیر نوازی از فوج‌های لشکری فراری یزدگرد سه
و کوشش‌های احیای دیگرباره دولت ساسانیان تواناتر و پیشاهنگتر برآمد. تمدنی کهن آریایی، رسالت دولتداری، قلمروی جغرافی، فضای مذهبی و فرهنگیش را از دست باخته ناچار تسلیم می شد. به قول سیاستمدار و پیشوای سرشناسی اقوام هند جواهرلال نهرو، روح فرهنگ و تمدن 2000 ساله ایرانی باستان در مقابل تمدن جوان، تازه‌دم و پیشاهنگ اسلام عاجز آمد. لشکری عرب در حالی که به سوی آسیای مرکزی و شمال افریقا پیش می رفت و گسترش می یافت، نه فقط مذهب تازه را همراه خود می برد، بلکه یک تمدن جوان و در حال رشد را نیز با خود داشت. سوریه، بین النهرین و مصر همه در فرهنگ عربی اسلامی جذب شدند و آمیزش یافتند. زبان عربی زبان مقرری و رسمی آنها شد و از نظر نژادی نیز با اعراب آمیختند و شبیه یکدیگر شدند. بغداد، دمشق، قاهره مرکزهای بزرگی فرهنگی عربی اسلامی شدند و بر اثر جهش نیرومندی که تمدن جدید به وجود آورده بود، عمارت‌های زیبای بسیاری در این شهرها برپا گردید. هرچند ایران شبیه اعراب نشد و با ملیت عربی آمیزش نیافت، تمدن عرب تأثیر فوق‌العاده در آن داشت و اسلام در ایران همانند هند یک حیات تازه برای فعالیت هنری ایجاد کرد. هنر و فرهنگ عربی اسلامی هم دیرتر تحت نفوذ و تأثیر ایران قرار گرفت. به اندیشه علما و تاریخ نگاران، ظهور تمدن اسلام اصلا یک پدیده بزرگ انقلابی معنوی بود که در یک فاصله نسبتاً کوتاه تاریخی نه تنها نیم جزیره قفامانده عربستان را متحد ساخت و مرکزیت بخشید، بلکه چون تمدن جدید انسان گرایانه و بشردوستانه و ایفادگر منفعت‌های اجتماعی کلی آدمان، دروازه‌های سنگین تفریقه‌های طبقوی و مذهبی و ملی و تعصب زردشتی را شکسته، در کل ایران زمین از دجله تا به رودخانه سیحون از میان قوم و ملت‌های دیگر پیروان و تبلیغگران زیاد پیدا کرد. بعد ظهور اسلام و تأسیس خلافت اسلامی در عهد خلیفه های راشدین و خلیفه های اموی، تحت پرچم اسلام صدها قوم و ملت های گوناگون در آسیا، افریقا و حتی اروپا گرد آمده یک تمدن بزرگ و بی‌نظیر و گسترده‌ای را به جامعه بشری پیشکش نمودند که با نام تمدن اسلامی شهرت عالمگیر پیدا کرد. پیشوایان دین اسلام از میان ملت‌های دیگر در برابر عرب‌ها پهلوهای زندگی سازی این تمدن را وسعت و توسعه بخشیدند که در میان آنها نمایندگان نیاگان تاجیکان کم نبودند. در این مورد نوشته مورخ دقیق بیان ابن خلدون خیلی جالب است که می فرماید از امور غریب یکی این است که حاملان علم در اسلام غالباً از عجم بودند، خواه در علوم شرعی و خواه در علوم عقلی، و اگر در میان علما مرد در نسبت عربی بود، در زبان و تربیت و پرورش از عجم شمرده می شد. و این از آن روی بود که در میان ملت اسلام در آغاز امر علم و صنعت بنا به مقتضای سادگی و بداوت آن وجود نداشت و احکام شریعت و اوامر
و نواهی خداوند را رجال به سینه ها نقل می کردند و مأخذ آن را از کتاب و سنت به نحوی که از صاحب شرع و اصحاب او گرفته بودند می شناختند. در این هنگام تنها قوم مسلمان عرب بود که از امر تعلیم و تألیف و تدوین اطلاعی نداشت و حاجت آنها را بدین کار نمی انگیخت و در تمام مدت صحابه و تابعین وضع به همین منوال بود. به قول محقق توانا عبدالحسین زرینکوب، کارنامه اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسانیت است که مسلمانان با هدایت آن فرهنگ تازه جهانی را ایجاد کردند. فتح کشورهای فراسوی عربستان گرچند در تحت پرچم اسلام و پیشرفت‌های نظامی صورت گرفته باشد هم، انتشار من بعد آن از جانب دایره وسیع مردم کشورهای فتح شده پشتیبانی دید. میتوان گفت که بر اثر پیشروی‌های نظامی و غایوی اسلام، سلطنت دو امپریه ابرقدرت زمان، شاهنشاهی ساسانیان و دولتداری ریم شرقی عملاً خاتمه یافته، تمدن و فرهنگ اسلامی در این کشورها پیروان زیادی پیدا کرد و تدریجاً جای دولتداری و تمدن آریایی را گرفت. بعد انتشار اسلام، استقلال و عظمت دولتداری ساسانیان و تمدن آریایی تدریجاً در هم شکسته، کشورکشایی و فتوحات من بعده مسلمانان تا حدودهای آسیای میانه و کنارهای ترکستان و هند رسید. ایرانیان که شکوه و عظمت دیرینه دولتداری خود را از دست باخته، به قول اسلام شناسی توانای ایرانی مرتضی مطهری پی بردند که شکست نظامی شکست نهایی نیست، شکست نهایی شکست ملی و فرهنگی است. ایرانیان تحت تأثیر احساسات ملی برای آنکه در مقابل اقوام دیگر خصوصا ملت عرب حد نشان بدهند و ضمناً افکار و آداب خویش را با صبغه اسلامی حفظ کنند، دست به فعالیت فرهنگی زدند. به عبارات دیگر، چون اسلام را به عنوان یک واقعیت نتوانستند نپذیرند، به فکر افتادند آن را ایرانی کنند و برای این مقصود راه بهتر از قبضه کردن شؤون علمی اسلامی نبود. عرب‌های دوره جاهلیت که از آیین دولتداری متمرکز و دیوان و دفترداری محروم بودند، تدریجاً نظام دولتداری ساسانیان را پذیرفته به اهل خرد و فرهنگ و دبیران و دفترداران ایرانی نیاز پیدا کردند و نظام اداری خویش را تدریجاً به زبان عربی گذراندند. تشکل فرهنگ نوین که قافله سالار آن گروه مسلمانان ایرانی بودند، در کتابت دیوان و دفتر عربها دست همت بسته برای تشکل تمدن اسلامی و گسترش رسالت دفتر و دیوانداری عربی سهم بی سابقه گذاشتند. محض در همین دوره به همت سیبویه فارسی مکمل ترین دستور صرف و نحو عربی تهیه گردید و ابن مقفع شیواترین ترجمه کلیله و دمنه را انجام داد. ابن ندیم در الفهریست می نگارد که اولین نقل از زبان دیگر به زبان عربی به امر خالد ابن یزید ابن معاویه صورت گرفت و علم دوست بود و به صنعت کیمیا علاقه داشت. جماعتی از فلاسفه یونانی که در مصر میزیستند
و با زبان عربی آشنا بودند احضار کرد و فرمان داد عده‌ای از کتب آن فن را از زبان یونانی و قبطی به زبان عربی ترجمه کنند و این اولین ترجمه به زبان عربی است. سپس ابن ندیم می افزاید دومین ترجمه به زبان عربی نقل دیوان و دفاتر دولتی است که در زمان حجاج به وسیله صالح ابن عبدالرحمن که از نژاد ایرانی بود از زبان فارسی به زبان عربی برگردانده شد. صالح چون به هر دو زبان می نوشت مورد توجه حجاج واقع شد. روز مردانشاه پسری زادان فرخ از صالح چند اصطلاحی مربوط به حساب را پرسید. صالح معادل آنها را از زبان عربی بیان کرد. مردانشاه ناراحت شد و گفت خدا ریشه‌ات را قطع کند که ریشه زبان فارسی را قطع کردی. گروهی از فارسی زبانان حاضر شدند 100,000 درهم به صالح بدهند که به بهانه عدم امکان از تصمیم خیش منصرف شود، اما او منصرف نشد. ایرانیان اسلام را به فطرت و اندیشه و آرمانهای معنوی خود سازگار دیدند. نه تنها برای گسترش آیین دیوان و دفترداری و نظام اداری خلافت اسلام زحمتهای فداکارانه و بی‌غرضانه کشیدند، بلکه از فارسی نویسی و تشویق فرهنگی بزرگ عهد ساسانیان نیز تا اندازه سکوت ورزیده نیروی ذهنی، خرد و ذکاوت و اصالت ملی و فرهنگی خود را برای تشکل و نفوذ تمدن اسلام بخشیدند. بیهوده نیست که دو عصر اولی گسترش اسلام را در قلمروی ایران دانشمندان و تاریخ شناسان پسین 2 قرن سکوت نامیدند و قضیه این 2 قرن سکوت را شاعر بزرگ ایرانی نادرپور در اندیشه هایش عاید به ملیت و فرهنگ ایرانی چنین می نگارد: کوتاهی سخن آن که در آن 200 سال نخستین که یکی از دانشمندان این روزگار 2 قرن سکوت نامش داده است، ایرانیان شیفته میراث مادی و معنوی خود را چندان که می توانستند به تاراج بیگانگان دادند و گمانشان این بود که گوهر یگانه حقیقت را در صدف اسلام به چنگ آوردند. تنها در اواخر قرن 2 هجری بود که احساس فریب خوردگی آزارشان داد، زیرا به تدریج دیده بودند و می دیدند که همان امتیازات و اختیارات طبقاتی، همان شکوه درباری، همان تبعیض‌ها و ستمکاری‌های دوران ساسانی و نیز همان محرومیت‌های توده مردم هنوز برجاست و تنها تفاوتی که با زمانی گذشته دارد تکیه زدن خلفای عرب در تخت پادشاهان ایرانی است. شنوندگان گرامی، شما گفتار 99 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.